سلام بچه‌ها، خوش اومدید. ویدیو جدید، امیدوارم کارتون خوب باشه. داخل این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که بتونید واسه خودتون تم‌های امتیاز رو نصب کنید داخل گوشی بدون روت و پارتش قبلا واسهتون قرار دادم، اما یه سری ایرادات و یه سری نکاتی بود که بعد از حالا هایپروس و اینا اضافه شد که لازم بود بهتون بگم. پس حتما داخل ویدیو من همراه باشید. واسه این کار من قبل از که ویدیو شروع کنیم بگم تقریبا 2 هفته بود که ویدیو نذاشتیم، چون گوشیم بعد از روت کردن متاسفانه باگ خورد و حالا این ایراد از روش بود یا روش منقضی شده بود یا ایراد از هر چیزی که بود، گوشیم روشن نمیشد و هارد بریک نشده بودم. خدا رو فقط بریک شده بودم و برای 2 هفته اوکی شد و اولین ویدیو ما هستش. پس حتما حمایت کنید که ویدیو رو ادامه بدیم و چنل دوباره به اوج خودش برسه. دوستان واسه این کار ما فایلش رو داخل چنل تلگرام واسه قرار دیدم. فایلش قبلا گذاشته شده، بس اگر اولین بار از این ویدیو رو میبینید فایلش قبلا گذاشته شده. این ویدیو دوباره یک همون ویدیو قبلی هستش، مثلا با یه سری نکات ریز واسه کسایی که از روز 14 و پرس نصب کردن. معمولا واسه شون از این روش خیلی کار نمیکنه، پس حتما داخل همراه باشید که مشکل رو برطرف کنید. مثلا فایل رو که دانلود و داخل گوشی دانلود ذخیره میکنید بذارید که من نشونتون بدم. حالا من چون ارسالش کردم از طریق شیرمی، اینجا واسه من داخل گوشی شیرمی هستش. پس دوستان وقتی که فایل رو اینجا نصبش کردید، فایل زیپ هست، در حجمش تقریبا 100 مگابایت هستش. پس فایل رو میزنید روش و استخراج در اینجا رو میزنید که واسهتون فایل رو استخراج کنه. وقتی که فایل استخراج شد اینجا یک پوشه واسهتون میاد و 4 تا فایل واسهتون داخلش قرار داریم که دوستان شما فایل رو دونه دونه نصب میکنید. حالا من بذارید اگر برنامه‌اش رو داشته باشم این برنامه اپ کرون رو حذف میکنم که بعدا خیلی نگن وقتی برنامه دستکاری کردی فر اینا. سایت اکسپلورر الان همونطور که میبینید داخل هیچ پوشه ما سایت اکسپلورر نداریم. همه رو واسه از اول نصب میکنم تا خودتون قشنگ ببینید که مشکلی نداره. خب دوستان دوباره وارد گوشه میوآی میشیم و شیرمی. خب دوستان اول برنامه رو دونه نصب میکنید. برنامه اپ کامل رو میزنید و نصبش میکنید. دوستان برنامه نیاز به آپدیت کردن داره، چون برنامه نمیدونم چرا دلیلش چی هست که خیلی زود به زود آپدیت میشه. تا برنامه رو به جای نسخه بروز نکنید واسهتون کار نمیکنه. پس حتما برنامه رو بروز کنید تا واسهتون اینجا بالا بیاد. برنامه نصب شد و خب این از برنامه اولش بود. سعی کنیم که ویدیو خیلی طولانی نشه تا کار رو سریعتر انجامش بدیم. خب برای رشته شما میاد سایت اکسپلورر رو نصب کنید. پس حتما میرسه برنامه نیازمند هستش. برنامه این بقیه برنامه هاشم که تم منیجر رام چین هستش و فایل امتیاز تم آیفون 13 می که متاسفانه اون زمانی که ما ویدیو رو گذاشتیم تقریبا 4 ماه پیش مشکلی نداشت و میشد اون رو نصبش کرد و خطای سرور نمیده. الان جدیدن خطای سرور میده و جایگزین این تم خیلی شبیه این تم از آیفونی هستش و دقیقاً مشابه همین تم هستش و توسط توسعه دهنده خود همین تم معرفی شده و دوباره اون رو واسه قرار میدیم. خب دوستان اینا رو که نصبشون کردید ببینید ما الان وارد برنامه اپلود میشیم. برنامه یکم سنگین هستش و طول میکشه بالا بیاد. خب دوستان اینجا اگریمنت رو میذارید وارد برنامه میشید میبی لیتر و اینجا دوستان میگن ورژن شما قدیمی هستش و بزنید آپدیت کنید. من الان اینجا فیلتر شکن رو متصل میکنم. فیلتر شکن خیلی پرسرعتی هستش و داخل چنل تلگرام واسه قرار دارم. حتما دانلود کنید و با فیلتر شکن وارد برنامه بشید که بتونید مستقیم اونجا فایل آپدیتش رو نصب کنید. خب دوستان وارد این برنامه میشیم، تایید رو میزنید و اینجا گزینه دارید دانلود اینستال مستقیم ما خود برنامه دانلود میکنه که هم طول میکشم واقعا اذیت. شما این گزینه دوم دانلود فرام هوم پیج رو میزنید وارد سایتش میشه، از سایتش دانلودش کنید. هم سایت است و مشکلی واسهتون نداره. از داخل گوگل کروم یا مرورگری که شما داشته باشید دانلود میشه. دانلود اپ کنون رو میزنید و اینجا مجاز بودن رو میزنید
اینجا که میگه که فایل میخوای واسه شما دانلود بشه، چون که من از مرور میارم استفاده میکنم خودش پکیج دانلودر رو داره و اینجا شما میتونید اینجا کارش رو انجام بدید. بقیه پکیج دانلودر دارم. منظور من این است که شما اینجا میتونید اسم برنامه رو تغییر بدید یا واسهتون مینویسه که میخواید دانلود بشه یا نه. داخل کروم اگه شما باشید تایید رو میزنید و واسهتون دانلود میشه. خب دوستان اینجا یک مقداری سرعت دانلودش پایین تر هستش. اینجا ما سعی میکنیم تا برنامه دانلود بشه و ادامه ویدیو رو با هم دیگه میبینیم. خب دوستان فایلش دیگه داره تقریبا دانلود میشه و اینجا ما میزنیم و دوستان دانلود شد. اینجا میزنه واسهتون. من چون یه باری گزینه توسعه دهنده رو دستکاری کردم، اینجا دوباره مجوزا رو میخواد. شما اگر نداده باشید، من نداده بودم، اینجا مجوز اینجا رو بهش بینیم. اینجا چرت و پرت نوشته خطر داره، غیر ثبات سیستم مهم نیست. بزنید تایید و تایید رو بزنید که واسهتون نصبش کنه. تایید رو میزنیم، بک رو میزنیم و واسمون نصب کنه. نصب رو میزنید و داخل گوشیتون نصب میشه. آخرین آپدیتش هستش، امکان داره باز رکورد بشه یا آپدیت دیگه بده و دهنمون رو سرویس کنه. دوباره باید مجبور باشیم آپدیت کنیم که دیگه ناچار هستیم که این برنامه کار واسمون انجام بده، باید آپدیت کنیم. خب دوستان الان فیلتر چکن من همین برنامه میبینم که فیلتر چکن قطع بشه. ترجیحاً وقتی که وارد برنامه میشید با اینترنت خاموش وارد برنامه بشید که واسه مشکلی پیش نیاد. اینترنت رو روشن کنید، موقع نصب اون برنامه تمی که میخوام بهش بریم طول میکشه و دهنمون سرویس میکنه. خب برنامه باز میشه، نسخه جدید هستش. داخل اینجا من اینو بزنم، اینجا نوشته که چیز جدید اضافه شده که مهم نیست. اینجا من اینو رد کنم. بعد اینجا از بخش APK فایل، اینجا این مثبت پایین رو بزنید و فرام فایل رو انتخاب کنید، دسترسی ها رو بهش میدید و واسه اون کار رو انجام میدید. من یک دوربین تنظیم کنیم. خب دوستان اینجا میاد اونجا فایل رو بهش میدید. فایل ما داخل گوشه میوای شیربی بود. شما اگر داخل تلگرام دانلود کنید، داخل دانلود تلگرام شما ذخیره میشه. اینجا فایل رو بهش میدیم. فایل تم منیجر CN نوشته که مخصوص کار ما هستش و کار واسه هم انجام میدیم. دوستان شما برنامه وقتی اول بار وارد بشین صفحه واسه ظاهر میشه. اینجا یه بخش کلونینگ آپشن داره. به داخل کلونینگ آپشن اگر وارد بشید، اینجا این گزینه کلونینگ ضربه میزنید و روی منیفست قرارش میدید. تایید رو میزنید، یک مقدار میاد پایین اگرین کرش رو هم فعال میکنید. به علاوه اینجا یه گزینه‌ای داره تحت عنوان نوکیل رو هم فعال میکنید و روی انیبل قرار میدید. خب اینجا دیگه کار این برنامه تموم هستش. دوستان اگر داخل این برنامه مشکل دسترسی به فایل ها و اینا داشته، رو خیلی مشکل این برنامه نداره. مشکل اصلی ما برنامه سال اکسپلور هستش، چرا که گوشه دانلود دیتا و OBB داخلش یکم مشکل داره واسه هایپر OS و اینا. و اینجا حالا بهتون میگیم، من بذارید نشون بدم نوت 8 2019 هستیم با اندروید 11. مشکل دسترسی به پوش و اینا داخل اندروید 11 نیست، داخل اندروید 12 13 و 14 هستش. حالا اون روش اونم بهتون میگم که بدون مشکل بتونید حلش کنید. خب وقتی این کارو کردید، این گزینه آبی رنگ اینجا رو ضربه میزنید و تایید رو میزنید. اینجا بود گفتم اگه شما اینجا دیدتون روشن باشه، این همه روی 2% گیر میکنه و نصب نمیشه که نمیدونم چه علتی داره. پس حتما اینترنت رو خاموش کنید و برنامه واسهتون نصب میشه. دوستان حمایت کنید که این مدتی که نبودیم و ویدیو نذاشتیم کانال رو بتونیم ارتقا بدیم و ویدیوهای جدیدتر خفن‌تری 100% توی راه هستش و سعی میکنیم که 2 روز یک بار حتما ویدیو داخل چنل یوتیوب قرار بدیم. حتما چنل یوتیوب رو حمایت کنید و از محمد حمایت کنید. خب دوستان وقتی که 100% بشه، اینجا اینستال اپ رو میزنید. یه دسترسی ازتون میخواد، دسترسی رو بهش میدید. اینجا یه دانگل واسهتون میاد و اینجا تایید رو میزنید و برنامه داخل گوشیتون نصب میشه. دوستان دلیلی که ما این کارو انجام میدیم تا اینجا اومدیم دلیلش رو بهتون بگم. خیلی ویدیو قبلی هم گفتم تم منیجر رام چین فقط واسه رام چین نصب میشه. یعنی اگه شما اون رو بخواید داخل رام های گلوبال نصب کنید، ارور میده و نصب نمیشه. واسه این کار ما میایم با این برنامه دستیار انجام بدیم و خیلی راحت نصبش میکنیم. واسه بیام بیرون که نصب شد.
بعد الان نصب شد. تایید رو بزنید واسهتون نصب میشه. خب دوستان برنامه که بالا اومد وارد برنامه میشید. خب دوستان ببینید واسه بار اول من به اینترنت متصل هستم. برنامه که اینجا انجام داریم ایمپورت اینجا وجود داره و شما نیاز هستید که اینجا ایمپورت رو بزنید و فایل تمی که داخل کانال گذاشتیم و داخل این فایل زیپه هستش اون رو بهش بدید. اما خب فایل تم قبلا کار میکرد، الان من امتحان کردم یا کار نکرد. شما اگه واسهتون جواب نداد، الان من اینجا یه بار تستش میکنم و اینجا داخل گوشی میوای شیمی اینجا اینو بهش میرید و تایید رو میزنید. یه مقدار که صبر کنید واسهتون میاد و تم آیفون 13 مینی هست. اینجا اپلای نمیشه، چرا؟ چون که اینجا ما روی ایمپورت هستیم و تم رام چین هستش نصب نمیشه و باید به تم اصلی انتقالش بده. واسه این که شما میاد داخل برنامه ستارید اکسپلور. اولین بار که وارد میشید دسترسی به پوش های رو میخوان گرانت رو میزنید و دسترسی فایل ها رو بهش میرید. خب دوستان اینجا تا اینجا مشکلی نداره. دوست واسه پوشه اندروید و دیتا داخل اندروید 12 و 13 بهتون میگم میرید داخل تنظیمات گوشی. قبلا ویدیوش هم مثلا اینجا بار ما سریع واسهتون توضیح میدیم. داخل تنظیمات گوشی که وارد میشید اینجا از بخش برنامه ها مدل برنامه ها رو میزنید و برنامه فایل منیجر گوگل که با نام فایلز ذخیره شده. حالا اینجا ما فکر کنم نه ما تو زبان فارسی هستش. اینجا فایل رو می‌نویسید و واسه برنامه‌اش بارا میاد. اینجا نوشته فایل ها. این گزینه اول فایل منیجر خود گوشی هستش و گزینه فایل ها. اینجا شما اینا حذف به‌روزرسانی و پاکسازی داده ها رو میزنید. پاکسازی داده ها نه فقط حذف به‌روزرسانی ها. پاکسازی داده ها هم اگه بزنید داده های گوشیتون رو حذف نمیکنه، فقط میاد و اطلاعات خود برنامه رو واسهتون حذف میکنه. اگر جواب نداد مدیریت فایل همین کار رو بکنید و پاکن داده ها رو که بزنید واسهتون کارش انجام میشه و میتونید خیلی راحت و بدون مشکل پوشات دسترسی داشته باشید. داخل اندروید 14 با هایپر او اس با این روش فکر کنم که انجام نمیشه. شما داخل برنامه شیزوکو که قبلا 100% یه ویدیو تا هفته‌های آینده واسش خواهم ساخت و یه برنامه هستش که شما دسته روت رو میرید در حالی گوشی شما روت نیست و اکثر دسته روت رو به روت میرید داخل گوشیتون تجربه کنید که یکی از همون دسته مجوز دادن به فایل های اندروید و او بی بی هستش. پس حتما اون ویدیو رو نگاه کنید. اگه هایپر او اس هستید واسه اون قرار میدم بدون مشکل میتونید نصبش کنید. دیگه سوالی واسه بعضیا به وجود نیاد. خب اینجا شما وارد گوشی اندروید و دیتا میشید. اینجا گرانت رو میزنید. اینجا واسهتون وارد میشه. اینجا استفاده پوشه رو میزنید. ای بابا واسه خودمونم مشکل ایجاد شد. بریم دارم شغلم درست میذارم روش رو تست کنیم ببینیم میشه یا نه. کجا بودیم؟ تنظیمات. خب الان واسه جلوش خودتون نشون میدم. حذف به‌روزرسانی میزنیم. میریم داخل ستارید اکسپلور اندروید وارد میشیم. دیتا گرانت رو میزنیم و همونطور که میبینید اینجا مجوز واسمون صادر شد. پس حتما فقط برنامه فایل گوگل رو دسترسی بهش میرید و واسهتون اوکی میشه. این داخل اندروید 11 بود. اندروید 11 12 13 همه اینا جواب میده بجز اندروید 14 و هایپر او اس. اندروید 15 هم حالا که نیومده، اگه بیاد بعید میدونم اونم انجام بشه. پس فقط تا اندروید 13 این روش کار میکنه. استفاده پوشه رو میزنید و اجازه دادن و تمام. خب دوستان اینجا ببینید یه پوشه هست نوشته com.android.temManager. اینجا وارد میشید، فایل دست روش نگه میدارید و این گزینه کپی این پایین رو میزنید. یه برگشت میرید میاد و این رو داخل com.android.temManager که تم منیجر اصلی گوشیتون هستش، یعنی در واقع میاد از تم منیجر رام چین به تم منیجر اصلی گوشی انتقالش میدید. خب اینجا پیست رو میزنیم. اینجا هر بار که واسهتون اومد دو بار معمولا اگر یه بار تم رو بزنید یه بار میاد. اگر بیشتر از یک بار تم داخلش داشته باشید یه دونه تم، هر بار این گزینه ریممبر و مرج رو میزنید تا تم ها اضافه بشه و تمی از داخل گوشی حذف نشه. و همونطور که دیدید الان 100% میشه و کار دیگه تموم هستش. همونطور که میبینید من قبلا اصلا این تم رو نداشتم، مثلا قبلا داشتم واسه شما حذفش کردم که دوباره ببینید. میریم داخلش و میبینید که واسمون اینجا اضافه شده. این 13 تا تم هم که میبینید همون تمایی هست که داخل جای تلگرام قرار دادیم. میتونید برید نامش رو بگید و این تم ها رو واسه خودتون اضافه کنید. اینجا سفارش کردن اینجا هستش و اینجا اگه بگیریم به کارگیری میزنیم آیا
میشه اعمال شد یا نه؟ امیدوارم که بشه. بله همونطور که دیدید اعمال شد. واسه بعضی از گوشی اعمال میشه، واسه بعضی‌ها نه. ببینید اگر اعمال شد که شد، اگر نشد من جایگزین تم حتما داخل چنل تلگرام قرار میدم که فعلا اون تم هم کار میکنه. پس اگر این تم کار نکرد برید اون رو نصب کنید و کار تموم هستش. همونطور که میبینید بدون مشکل اجرا شده و کلی آپشن های خفن داره. حالا بذارید که کامل بالا به گوشه من کم لگ داره. اینجا رو همونطور که میبینید گزینه کنار میتونید والپیپر عوض کنید، میتونید والپیپر رو بلوری کنید، میتونید این مربع دور برنامه ها چی بشه مستطیل پایین برنامه ها رو بالا و پایین کنید، میتونید نمیدونم رنگش رو عوض کنید و کلی امکانات دیگه گزینه کنارش هم بزنید واسهتون غیر فعال میشه تا مشکلی واسهتون به وجود نیاد. دوستان کلیت آموزش همین بود و چیز خیلی سختی نبود. اومدیم که حالا تم رو زدیم، فایلش رو نصب کردیم و از طریق برنامه اینستال اسکلور انتقال دادیم داخل فایل منیجر اصلی گوشیتون. این کار انجام نمیشه چون که دسترسی نمیده و میگه برو داخل فایل منیجر گوگل که اونم برای روش سختی هست و خیلی مهم نیست. دوستان میتونید از هر فایل منیجر به جز فایل منیجر اصلی گوشیتون واسه این کار استفاده کنید که به نظرم پیشنهاد من سایت اکسپلورر هست چون که بقیه‌اش یکم طول میکشه تا نقل پیدا کنه. پس میتونید از اون استفاده کنید و حرف دیگه باقی نمیمونه. خیلی ممنون تا آخر همراه بودید. حتما چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، کانال تلگرام رو حمایت کنید و واسه ویدیو بیشتر حتما داخل چنل یوتیوب ما عضویت داشته باشید.